بهترین سبک موسیقی استودیوی فری بویز. اری ای حرفیا ای کسی که اولی نومی تا عذابه ای کسی که خاطرات شب و روز ما را عذاب میده ای کسی که برای برگشتن ما دراندم نفسامه که تو برمگردی که ما ای عشق اساس ما بگیرم تو ناتوری راست میگفتی رفتنت مرا پیان کد نبودن دیوانم کد بعد مرا پشیمون کد بگو که ما چی بکنم که برمیگردی دوباره یا که بیای دلم بگیرو قدر غمورا که ما دا نفوریده گراستی جدا بدنمون بیایی که مست نره با غمو تا خانمون وعده های ما چی بده کردمون خوشبخت بدم که تو اخیران نفس دا کناری هم بدم که تو گفتی که ما میرم و خیال کدم شوخی ای نکی رفتنی تو جانم آنادی بوی دوخی ای که داغش دیل دمان داگلک افسوس خودت نستی این حیاتی ما دا ساختی با نستی یا بردستی من عقلت بکنم ای حیاتی پری دردم شاید بعدی گوش کردن کم ترک بکنی درکم که بعدی رفتنی تو غم سر نداد گیره بان ما ای چه ایشتا فلان که نابود کد آرزوما ای گلی مخوری تنه تا دلی باغبانده زدی مهر کم داشتن نسبتت که تو قموندی و رفتی بی و بی نشا و پیانم که غمود کده گریانم تو قگی نفورید ما ده خدا دا برش منم خاطره هاش عشق شده میویا بریرم دلگ ما بدود پوف میکنم غمو تو آسمان ده عشقم گپوی هسته که دیل گفته نامتو نشمم مسوزم ده غموش شو برخص میکنم دیوونه بزنم با دایا دومیا یا خنده ای تو هرم کشتی ما چی خگنده ای تو خدا جان رام نداره ده دیلشی بانده ای تو دیوانم که نبودنش دیوانم که درداییو شب تا سهر پیان آرام نستم ای غمیو کاش با جای فکرت خودت میبودی دا برم ما شکرانه میکدم ما دوست داریش میکدم اگر جان ما میگریفت خیانتش نمیکدم چی فکر کردی فرقت بخشیدنی تو سونه یا وقتای پشتی تو چشمکایی و گریان بود که نداشتی پرواشا میخندیدی به حالش کاری تقدیر بین که ای روز کدک نبراتش و 2 سال تو رو اجدد کد که میبروی دیگه میشنه که صد افسوس دیگه نشیده که فعلی تو در بالای دیلت هست اولی حرفی نامش فکر کردی میبخشد تا با اوقا کارای حرامت هر مینوت و هر سکون انتظاری زنگش میشه یادش کردی نره پیشش که سبابی گیریش میشه مانشه که او خرسنده خطی دیگه کس خوشبخته کارش نگی دیگه فوقت میدونه گپای تو فندای